روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ. در چند دقیقه بعدی درباره تلاش‌های صلح افغانستان در شرایط پیشرفت طالبان در شمال این کشور، ضرورت واکسینگیری خواهشمندان نمازگزاری در مسجدهای تاشکند و نگرانی مقامات روس از آنکه مهاجران کاری به گرفتن پتنت توجه نمی‌کنند خبر می‌دهیم. امروز در قطر روز سیوم و نهایی دور نوبتی مذاکرات صلح هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان است. دیروز 11 اوگوست طالبان پایگاه اساسی نظامی فرودگاه و محبس شهر شمالی قندوز افغانستان را اشغال نمودند. صدها سرباز ارتش افغانستان به طالبان تسلیم شدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی رئیس ستاد ارتش افغانستان را عوض نموده برای تشویق مقاومت به طالبان به یکی از مرکزهای کلیدی شمال این کشور، شهر مزار شریف سفر کرد. در قطر رئیس هیئت مذاکره کننده حکومت عبدالله از طالبان تقاضا کرده است که حمله هایشان را فوراً خاتمه بخشیده مکالمه برای حل سیاسی را شروع کنند. و گفته عبدالله طالبان مذاکرات را جدی نمیگیرند. محمد نعیم سخنگوی نمایندگی سیاسی طالبان در قطر به رادیوی آزادی گفت که به عقیده آنها حکومت افغانستان به مذاکرات و روند صلح صادق نیست و از این رو جامعه جهانی باید روی حکومت افغانستان فشار آورد. صرف نظر از پیروزی‌های طالبان در جبهه‌ها و پیشرفت سست مذاکرات صلح، ایالات متحده آمریکا تلاش برای حل سیاسی این نزاع را ادامه می‌دهد. روز چهارشنبه دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا گفت تحولات اخیر به آن اشاره می‌کند که طالبان می‌خواهند در جبهه غالب شوند، ولی واشنگتن تلاش دارد یک موافقت بین‌المللی برای صلح در افغانستان را ایجاد کند. شرح مقامداران آمریکا در شهر دوحه قطر قبل از ملاقات هیئت‌های ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و کشورهای دیگر که برای نظارت دور نوبتی مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان جمع شده بودند انتشار گشت. سر از آغاز بیرونشوی نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان در ماه می سال روان، طالبان حمله هایشان را توسعه بخشیده چندین ناحیه و مرکزی ولایت‌ها را تحت تصرف قرار دادند. با گفت منصبداران آمریکایی، طالبان خلاف بندهای سازش ماه فوریه سال 2020 عمل می‌کنند. طبق این پیمان که میان ایالات متحده آمریکا و طالبان در قطر امضا شده است، سربازان آمریکایی طولانی‌ترین جنگ در تاریخ این کشور را خاتمه بخشیده خاک افغانستان را ترک می‌کنند. هفته روان قصر سفید بار دیگر یادآور شد که برنامه بیرونشوی سربازان آمریکا از افغانستان 31 اوگوست به انجام می‌رسد، ولی آمریکا کمک به ارتش افغانستان را دوام می‌دهد. دادگاه ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت حکمش را در نسبت مالکان یک فرمه پرورش خوک صادر کرد. دادگاه مالکان این فرمه را جریمه بسته به کار اصلاحی موظف کرده است. بعضی از ساکنان دهمای قبلا گفته بودند که ماه‌ها باز از بوی غلیظ فرمه اذیت می‌کشند. مقامات در پی شکایت ساکنان صاحب فرمه را برای پرتافتن اخلاط خوک‌ها به دریای سیر به جوابگری کشیده پرونده‌اش را به دادگاه فرستاده بود. همکارانمان در سوخت این موضوع را پیگیری دارند و تفصیلات آن را در برنامه اخبار آزادی پیشکش شما خواهیم کرد. شروع از 13 اوگوست در ازبکستان در مسجدهایی که اجازه عبادت 5 وقته داده می شود، همه نمازگزاران باید واکسین گرفته باشند. وزارت حفظ تندرستی ازبکستان خبر داد هنگام ورود به مسجد از نمازگزاران سرتیفیکت واکسین طلب کرده می شود. در صورت نبود واکسین و یا سند گرفتار نبودن به کرونا ویروس اجازه ورود داده نمی شود. کمیسیون مخصوص جمهوری ازبکستان در امور مبارزه با کرونا ویروس توصیه داده است که مؤسسه های مذهبی دین‌های دیگر نیز در آن کشور از همین شیوه کار گیرند. در ازبکستان نمازهای 5 وقته در مسجدها موقتا از 20 ایول قطع شده بودند. مرکز مهاجرت صخره در مسکو گفته است که حدود 50,000 مهاجران کاری بیش از 2 ماه باز پول پتنت را پرداخت نمی کنند. در این باره وادیم کوژنوف رهبر فدراسیون مهاجران در روسیه خبر داد و گفت بسیاری از مهاجران تمدید شدن فرمان پرزیدنت را غلط فهمیده پتنت نمیگیرند و پول آن را هم پرداخت نمی کنند که می تواند باعث اخراج آنها از روسیه شود.
کوژنوف گفت تمدید فرمان پوتین جهت ثبت نام جای اقامت بدون عبور سرحد به معنای نیست که مهاجران پتنت نگیرند و پول آن را پرداخت نکنند. او افزود بعضی مهاجران طبق عادت با شنیدن خبری فرمان پرزیدنت پتنت نمیگیرند و یا پول آن را پرداخت نمیکنند. به گفته کوژنوف در صورت بازداشت شدن چنین مهاجران آنها جریمه میشوند و اگر بار دوم حقوق ویرانکنی صادر نمایند مقامات آنها را از کشور خارج خواهند کرد. با نزدیک شدن انجام مهلت فرمان پرزیدنت روسیه نوبت مهاجران در نزد مرکز مهاجرت سخروه باز می‌افزاید. فرمان تمدید مهلت ثبت اقامت مهاجران تا 1 سپتامبر تمدید یافته است و تا آن زمان مهاجران بدون جریمه می توانند پتنت بگیرند و سندهای خود را بدون جزا قانونی گردانند. مقامات روسیه بیش از 100 مهاجر را که در زنازانی گروهی شب 11 ایول در نزد ایستگاه متروی کوزمینکی شهر مسکو شرکت کرده بودند برای 40 سال از حق وارد شدن به روسیه محروم کردند. به نوشته رسانه‌های روسیه این مهاجران شهروندان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان میباشند. به اطلاع رسانه‌های روسی شب 27 ایول نیز مهاجران در یکی از کوچه‌های مرکزی شهر سنت پترزبورگ زنازانی کردند و آن بیشتر به محاربه بدون قاعده شباهت داشت. وزارت کارهای داخلی روسیه هشدار داد آن شهروندان خارجی که در زنازانی‌های گروهی اشتراک می‌کنند نه تنها از روسیه بیرون بلکه ممنوع الورود خواهند شد. با گفته مسئولان این نهاد هفته‌های اخیر جنجال عاموی مهاجران در روسیه زیاد شده است. چون این حالت‌ها در مسکو، سنت پترزبورگ، امورسک، سوردلوفسک و جمهوری داغستان ثبت شدند. بعضی این جنجال‌ها خشونت و حمله به نمایندگان مقامات را نیز در پی داشته است. همچنین اشتراکداران زنازانی‌ها راه‌ها را بسته به انشاءات شهری ضرر رساندند. جمعیت آزیا اینوست که در اوفای باشقردستان در روسیه واقع است 2 دهه اخیر به تاجیکستان تجهیزات گیدروانرژتیکی و صنایع معدن کوهی می‌فروشد. در سامانه رسمی این شرکت گفته می شود که آن همچنان با شرکت‌های زیادی در قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان نیز تجارت دارد. آن در ساحه صنایع حربی و تولیدات کیمیایی نیز با کشورهای گوناگون همکاری می‌کند. آزیا اینوست 21 سال پیش تأسیس یافته به همسران گوزل و مارسل اسفندیاروها تعلق دارد. اکنون همه داد و ستد با این آزیا اینوست منع شده. کشور و یا شرکت‌هایی که با آن تجارت می‌کنند می توانند هدف تحریم‌های نو حکومت ایالات متحده آمریکا قرار گیرند. به گفته واشنگتن شرکت‌هایی که اخیراً تحریم شدند قانون ضد پهن کردن فناوری‌های تسلیحاتی را پایمال کردند. اسلام الدین اشوروف یک عضو گروه 24 در خارج تاجیکستان میگوید مقامات از والدانش تقاضا کردند که پسرشان را به تاجیکستان برگردانند و در این صورت او عفو خواهد شد و اگر نآید او را در پیگرد بین المللی قرار خواهند داد. اشوروف از سال 2016 به این طرف در پولشا و یا لهستان به سر میبرد و میگوید بعد همکاریش با گروه 24 و بازنشر نوارهای این سازمان در صحیفه شبکه اجتماعیش از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان مورد تعقیب قرار گرفته علیه او با ماده 37(1) بند 2 فعالیت اکستریمیستی با استفاده از وسایل اخبار عامه و شبکه اینترنتی پرونده باز شده است. اما مقامات انتظامی ناحیه وخش و ریاست کارهای داخلی پایتخت در رابطه با جرم اسلام الدین اشوروف صحبت نکردند و شرح ندادند که او چه جنایتی صادر کرده است. رحمت الله اشوروف پدر اسلام الدین اشوروف روز 11 آگوست از ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت وقتی مقامات دعوتش کردند عکس‌های پسرش را به او نشان دادند و گفتند که او همراه رهبران گروه 24 صحبت دارد. حالا درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. امروز 12 آگوست بانک ملی $1 را 11 سامانی و 32 درم
و 1 یورو را 13 سومانی و 28 درم مقرر کرده است. قرب 1000 روبل روسی به 153 سومانی مساوی می باشد. بینندگان عزیز، در همین جا صحبت حاضره به پایان می رسد. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.